رقابت‌ها محروم شد. همین ترتیب دوستان عزیز شبکه تلویزیونی ورزش مهمترین رویداد یا اتفاقات ورزشی روز را پیگیری میکند. ما فعلا با تماشای باز یک رقابت حساس و تاریخی سامان محمدبکوف در گرند سلام هستیم. سامان محمدبکوف این بار در برابر میزبان قرار میگیرد. این میزبانی که در سال گذشته در گرند سلام پاریس یا پاریس در برابر بهروز خواجه‌زاده در دور سیوم قرار گرفته بود و بهروز خواجه‌زاده با یک کوچیگر این ورزشگر فرانسوی را مغلوب کرده بود. از این رو میتوان گفت که سامان محمدبکوف از او شناخت دارد. شاید دیده است رقابت او را، ولی اینجا به نظر میرسد که در بخش سیاه نگ تمرین کرده است. خوشبختانه این بطاله سامان محمدبکوف بود که خیلی دفاعی خوب داشت. اویراردو گارسیا داوری بالای یا مرکز از اکوادور این رقابت رو داوری میکند، از دامینیکا معذرت. و به همین ترتیب دوستان عزیز رقابت حساس و شور و شوق مخلصان را ببینید که دو ورزشگر فرانسوی در مرحله نیمه نهایی هستند. یکی با ورزشگر ژاپنی هارادا کنشی رقابت دارد و دیگر با سامان محمدبکوف این پهلوان ملی پوش تاجیک. سامان محمدبکوف در سه رقابتی که امروز لباسی سفید یا جودوگی سفید داشت به پیروزی رسیده بود واقعا و در مرحله نیمه نهایی اکنون با جودوگی کبود هست. گمان میکنم این هیچ تاثیر نخواهد گذاشت. پرتاب معمولی سامان محمدبکوف به سمت چپ و به همین ترتیب تا لحظه پایانی اجرای عملی سامان خوب بود، به خاطر آنه که در لحظه اول دو مرتبه ورزشگر فرانسوی اجرای اصول کرده بود. سامان در حال ضد حمله بود. از این لحاظ داور در مورد کمفاولی هیچ قضاوت نخواهد کرد. سامان محمدبکوف از نگاهی قامتی برتری دارد. حلوک معمولی آساتاگر سمت چپ را استفاده کرد و بار دیگر اکنون در بخش نوازه یا همان شیم وازه اصول خفه یا بوغی کردن اگر تواند این حریف را تسلیم کند و سیکام وازه اداره حریف به تخت پوش کوشش میکند ولی نتوانست. معلوم که این دو ورزشگر که در مرحله اول و دوم و سیوم رقابت کردند خیلی خسته هم شدند. یکی از عامل‌های موفقیت سامان محمدبکوف در برابر این پهلوانان همین سمت چپی که دارد به شمار می رود و این در این بخش بسیار خوب تمرین کرده است. یعنی سمت چپ در مقابل ورزشگرانی که به سمت راست کار میکنند. اگر در برابر همین قدرتی که در سمت چپ پای چپ قسمتی بازوی چپ دارد اگر در بخش راست هم داشته باشد پس عامل‌های موفقیت او بیشتر خواهند شد. ولی به هر حال ببینید چون به سمت چپ میل اجرای اصول را دارد حریف هم به همین سمت نظر میکند و سامان بود که حریف را از پای در آورد. در گوشه دیگر ورزشگر فرانسوی شان ژویلان در حال مبارزه بردن با ورزشگر ژاپنی بود که شروع شوق مخلصان را برانگیخت. به همین ترتیب در بخش نواز سامان محمدبکوف دیدیم که اجرای اصول میکند. همون بخش یا جزئیات ترکیبی که در بخش نواز برای سامان محمدبکوف مهم هستند به همون بخش نیز خیلی توجه میکند و سامان قامت بلند در حال چنگ با گریبان حریف میزند که فوراً اجرای اصول آساتاگری میکند و پایزنی در حالی که کنترل حریف قریب بود که برهم زده شود. اگر در این بخش کنترل حریف رو خوب میکرد اینجا میتوانست که یک وزری بگیرد. با ثانیه های پایانی از 50 ثانیه در دقیقه های معمولی
سامان محمدبеков همانو در فرم معمولی خود به نظر می رسد و باشد که این قدرت و توان رو تا لحظه پایانی حفظ کند و ما و شما دوستان عزیز در حال مشاهده کردن یک رویداد یا یک صحنه تاریخی مهم در فعالیت سامان محمدبеков خواهیم بود، چون اگر پیروز شود به مرحله نهایی رقابت ها خواهد رفت. این مبارزه هیچ نتیجه نخواهد داشت در کار در زمین. در یک مستنده که از ناحیه ونج تهیه کرده بوده، بابای سامان محمدبеков ابراز داشته بود که آن کوههای آسمانبوس و هوای فارمی که در همان قسمت ونجی بالا هست و تمرین در فضای باز و در همان کوههای آسمانبوس، یعنی در همون اول یا همون قدم های نخستینه که سامان پا به تمرین گذاشته است، شاید امروز هم تاثیر همون باشد که قدرت از یا نیروی از همون ایام طفلیت در سرزمین اجدادی در تاجیکستان گرفته است. و با این ترتیب ببینین حرکت رو، این در بخش شیمه وضع حرکتی خوب خواهد بود یا بوغی کردن حریف، ولی داور اینجا مته گفت. یک کمی دیگر اگر فشار می آورد در گلدن اسکا سامان محمدبekov پیروز می شد، ولی با این وجود به نظر می رسد که قدرت سامان در برابر حریفش هم زیادتر هست و هم در اجرای فنون متفاوت زیدی حمله رو اجرا کرد، در حالی که حریف میخواست اوساتوگاری استفاده کند و در کار در زمین هم مبارزه در حال ادامه یافتن هست. خستگی ورزشگر فرانسوی تئو ریکوین بر اعلی احساس می شود. سامان محمدبekov فقط اگر همون بخت ورزشی در اینجا برایش بخندد، یک حرکات سریع پای در ولی نشد. این هم یک سوم گایشی بود که ورزشگر فرانسوی اجرا کرد و به همین ترتیب با یک وزری سامان محمدبekov در نیمه نهایی شکست میخورد و برای به دست آوردن مدال برنجی شانس دارد. یک ببینید واقعا طالع یا بخت ورزشی در حال اجرای اصول بود، ولی متاسفانه ورزشگر فرانسوی اجرای اصول کرد، ولی سامان محمدبekov را امروز در مرحله نهایی رقابت ها که این شام توسط تلویزیون ورزش مستقیما منظور شما میگردد با حریفش از رومانیا الکساندرو رایکو با هم خواهند دید. اینجا گزارش مستقیم ما.